امروز هم باز جمعه هست، منتها جمعه چندم میشه؟ بیرور؟ چندم؟ امروز میشه 16 هم. آره به هر حال هرچی که هست اینه که یه هفته روز سکوت تموم شد و الان هم میکس و مستر تموم شد و تک وکالارم گفتیم و لااقل فعلا این دمو رو داشته باشید، اما لااقل شما یه کاری بکنید، چه میدونم یه پیگیری بکنید ما آزاد شیم پخشه یا حداقل یوتیوب میلیونیش پخشه، چون همه دارن بدجوری دارن بی‌معرفت میشن و بعد یادشون رفته اون همه شبایی که من اون همه براشون عشق گذاشتم و واقعا بدجوری یادشون رفته واقعا. اصلا 2 سال و 8 ماه تحصیل کجاست، واقعا خیلی بده. ما رو داشته باشید، حالا حتما باید گروگشی کنیم یا آزاد شدیم پخش بشه کار، یا این که میلیونی شد یوتیوب پخش بشه، یا هر وقتی خودتون میدونید ویرورد میدونه پخش. من واقعا از دست هم دلم تنگه، هم واقعا از دست همه دلم شکسته که هیچ خورد و خمیره بطن. خیلی ناراحتم، خیلی کم کارم. مسئولین چطور روشون میشه با من اینطور وقت من مردم چطور روشون میشه واقعا، چطوری روتون میشه اصلا، چطوری واقعا چطور میشه آخه. من واقعا اینجوری برخورد این پذیراییه چطوری چی خیلی رو میخواد. آدم معمولی میاد خونه ما، من خودم بلند میشم چای میزنم و اتاق خودم خالی میکنم براش. اینجا من اومدم ایران تاپ کردید من تو زندون، اونم این همه وقت 2 سال و 8 ماه هم تموم شد. کی واقعا بسته دیگه، واقعا هیچ حرفی نداره. واقعا خانواده دوست رفیق علاقه‌مند نمیدونم تنظیم کننده نمیدونم فیتنس نمیدونم مشاور رئیس خلایی که این همه حق شدید مشاور رهبری و این همه به ما چیزی که که خدا تطلو رو برای ما نگه داره. آقایون پیشکسوت های که همه بچه هاتون علاقه منده موسیقی ما، آقای مربی تیم ملی فوتسال که اصلا معلوم نبود داشت گم می شدین. اصلا ما اومدیم چندین بار شما رو دوباره نشون دادیم، حالا مربی فوتسال شدیم، قهرمان شدیم، ما رو یادتون نمیاد. ما آقایون تدوکار آرتیست آقایون نوازنده آقایون قهرمان المپیا که رفیقای ما بودی، آقایون بازیکن استقلال پرسپولیس تیم ملی. واقعا این درسته آقایون رئیس جمهور، این قوه قضاییه، این توبه اسلام، رفعت اسلامی، اعتماد. من با پای خودم اومدم، خب نمیخوای با پای خودم میرم. این چه ورزشه، بس دیگه.